بسم الله الرحمن الرحیم. خوشوقتم که در خدمت شما هستم و کارگاه چگونه بازاندیشی رو در دانشجویانمون تقویت کنیم خدمتتون ارائه میکنم. بنده و همکارم سرکار خانم علیزاده محتوای این کارگاه رو تهیه کردیم و خدمتتون ارائه خواهد شد. مباحثی که خدمتتون توضیح خواهیم داد تو دو بخشه. البته در قسمت ارائه مطلب، قسمت اولش در واقع بیشتر به تعریف و اهمیت بازاندیشی، اصولاً چرا ما بایستی راجع به بازاندیشی فکر کنیم، چرا بایستی اون رو به فراگیرانمون آموزش بدیم، بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. البته در این چارچوب ما مروری هم بر شواهد خواهیم داشت، هرچند این قسمت رو عمدتاً ما به صورت یک مطلب مستندی خدمتتون تقدیم میکنیم و همینطور اون چیزی که خیلی مهمه تو این قسمت مراحل و مهارت‌های بازاندیشی که به عنوان بخش آخر عرایض من خدمتتون تقدیم خواهد شد و در بخش دوم سرکار خانم علیزاده راجع به اصول و روش‌های آموزش بازاندیشی توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. اولین بحثی که خدمت شما همونجور که خدمتتون توضیح دادم عرض میکنیم در ارتباط با بحث تعریف و اهمیت بازاندیشی. در واقع میخوایم اشاره بکنیم این که اصلا ما به چی میگیم بازاندیشی، چون به نظر من تا جایی که تجربه من اجازه میده خیلی کلمه معنوسی نیست. بنابراین به نظر میاد که یه مقدار باید راجع به تعریفش صحبت کنیم و بعد اینکه چرا اهمیت داره. به هر حال همه ما افراد پرمشغله هستیم و اگه قرار راجع به یک موضوعی فکر کنیم یا تمرین کنیم یا تجربه کنیم قاعدتاً باید بدونیم چه اهمیت و چه جایگاهی داره. البته تعاریف خیلی متعددی برای بازاندیشی مطرح میشه. من اول این جمله رو توضیح بدم که ما کلمه بازاندیشی رو به عنوان معادل کلمه ریفلکشن به کار میبریم که خب البته یک کلمه عام و یک کلمه عمومی هم هست و در ساده ترین شکلش میشه بازاندیشی رو به عنوان فکر کردن در مورد یک موضوع عنوان کرد. مثلا فرض کنید شما وقتی که ترافیک گیر کردین، توی ترافیک شلوغ و سنگین گیر کردین، به این فکر میکنین که یه مسیر رو اومدین، چطوری میتونستین مسیر کوتاه‌تر رو انتخاب بکنید و چطوری میتونستید سریعتر به محل کارتون برید. همین که شما راجع به یه موضوع فکر میکنید رو هم میشه به عنوان ریفلکشن تلقی کرد، ولی همونجور که عرض کردم تعاریف بسیار متعددی وجود داره. در واقع میشه باید گفت که ریفلکشن یا بازاندیشی در واقع نگاهی است که ما به عقب داریم، به اون چه که انجام شده، به اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بهش نگاه میکنیم و دوباره راجبش فکر میکنیم، دوباره بررسیش میکنیم. حتی همون مثالی که من عرض کردم، وقتی شما توی مسیر پرترافیک در یه روز گیر میکنید، به خودتون فکر میکنید که خب گیر کردید، مشکل پیدا کردید، دیر سر کارتون رفتید مثلا، و بعد به این فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاد، چی شد که این اتفاق افتاد، آیا میشد یه جور دیگه به این موضوع فکر کرد، آیا میشد یه مسیر دیگه انتخاب کرد، آیا میشد صبح که شما میخواستید راه بیفتید اول چک کنید ببینید کدوم مسیر ترافیک کمتری داره. و بنابراین به نظر میرسه که این در بازاندیشی بسیار اهمیت داشته باشه که ما برگردیم و نگاه کنیم و به یک موضوع به یک شکل دیگری مورد توجه قرارش بدیم و بهش نگاه کنیم. اگر بخوایم تا حدودی توافق کنیم و به یک تعریف نسبتاً واحد از کلمه ریفلکشن یا اونجوری که عرض کردم خدمتتون بازاندیشی برسیم، میشه باید گفت که بازاندیشی در واقع فرایند فکر کردن در مورد یک تجربه است. یعنی اگر ما یک تجربه‌ای برامون اتفاق بیفته، راجع به اون فکر کنیم، اون رو تحلیل کنیم، اون رو ارزیابی کنیم و سعی کنیم بر اساس چیزایی که تو این تحلیل و تو این تجزیه و فکر کردن و ارزیابی کردن به دست میاریم، تغییراتی در مورد عملکردمون در دفعات بعد ایجاد کنیم. این رو میشه بهش گفت چی؟ میشه بهش گفت بازاندیشی و تعریفی که ما در واقع استفاده میکنیم این هست. در بعضی از منابع ذکر شده که برخلاف تصور ما که فکر میکنیم عمده یادگیری ما در دانشگاهه، واقعیتش اینه که در بسیاری از رشته‌هایی که ما تو اون کار میکنیم قسمت عمده آموزش بیرون محیط دانشگاه شکل میگیره، خارج از اون فضای رسمی، کلاسی و
چارچوب مندی که ما تو دانشگاه هستیم که به تعبیری 90% یادگیری ما اونجا اتفاق میفته. و به تعبیری باید بگم متاسفانه ما به عنوان معلم دانشگاه و حتی گاهی به عنوان دانشجو در یک دانشگاه قسمت عمده توجهمون به همون 10% و خیلی به اون 90% توجهی نداریم. علتش هم این است که خیلی وقتا فکر میکنیم که نمیشه این موضوع آموزشی رو که در اون 90% کسب میکنیم به حالت رسمی در بیاریم و یه قالب مشخصی براش فراهم بکنیم و چون نمیدونیم که چگونه در اون 90% بایستی به دانشجوامون چیز یاد بدیم، اصولا اون 90% رو رها میکنیم و این بسیار خطرناک. و به خصوص مشکل موقعی پیش میاد که به این توجه کنیم که رشته پزشکی به عنوان یک حرفه و علوم پزشکی و رشته هایی که خیلی از ما در دانشگاه علوم پزشکی کشور توش داریم کار میکنیم جزئی از حرفه ماست. در واقع اینطور نیست که ما یک بسته ای از اطلاعات رو کسب بکنیم و تمام زندگیمون رو با اون سپری بکنیم، بلکه ما دائما داریم یاد میگیریم و این یادگیری مستمر رو باعث جزئی از حرفمون بدونیم و تازه بعد از اینکه فارغ التحصیل میشیم مقدار عمده‌ای از آموزش و یادگیری ما در اون عرصه اتفاق میفته و سوال اینه که آیا ما مسلح به اون روشی که مناسب برای یادگیری در این عرصه هست شدیم یا نه، که به نظر میرسه اینجور نیست. اگر بخوایم مروری بر شواهد داشته باشیم ببینیم شواهد در ارتباط با این موضوع چی میگن، من در این قسمت فقط این اسلاید رو خدمتون نشون میدم و امیدوار هستم که شما مروری بر متنی که به عنوان مرور بر شواهد در این کارگاه خدمتون ارائه میشه داشته باشین و با مرور اون بیشتر متوجه بشید که چقدر شواهد وجود داره در ارتباط با اینکه بازاندیشی حائز اهمیت. بازاندیشی حائز اهمیت به خاطر اینکه مطالعات قابل ملاحظه‌ای وجود داره که نشون میده که اگر دانشجویان ما بازاندیشون بهتر بشه وضعیت کلی تحصیلیشون بهتر خواهد شد. مطالعات در ارتباط با معلمین دانشگاه وجود داره، مطالعات در ارتباط با کسانی که به عنوان حرفه‌مندان علوم پزشکی فعالیت میکنن در مورد اونها وجود داره و نکته خیلی 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 جالب که شاید بعضی از ما باید راجبش فکر کنیم، تأمل کنیم و ببینیم آیا واقعا اون رو قبول داریم یا نه، این است که بازاندیشی قابل آموزش دادنه. یعنی بازاندیشی به عنوان یک فرایندی است که میشود یاد داد، میشود یاد گرفت و نه به عنوان یک ویژگی و یک خصلت که در بعضی از آدم‌ها هست و در بعضی از آدم‌ها نیست. بنابراین اگر من بخوام به طور خیلی خلاصه جمع‌بندی کنم، اینجوری عرض می‌کنم که اولا بازاندیشی بر ارتقای حرفه ما موثره و ثانیاً بازاندیشی رو میشه یاد داد و میشه یاد گرفت. برای از شما خواهش می‌کنم تو این قسمت یک مروری داشته باشید بر روی اون چه به عنوان شواهد و مرور بر شواهد در مجموعه مواد این کارگاه خدمتون تقدیم شد. امیدوار هستم متریال و موادی که ملاحظه کردید در حدی از استحکام و استدلال کافی برخوردار بوده باشه که شما رو به این فکر بیاندازه که واقعاً اون تصوراتی که شاید بعضی از ما راجع به بازاندیشی داریم و فکر میکنیم که این آموزش دادنی نیست، فکر میکنیم این ویژگی‌های شخصیتی یا خیلی بهش فکر نکردیم رو زدوده باشه و بیشتر وارد این فضا شده باشیم که این قضیه مهمه. من تصور خودم این است که خیلی از ما مشکلمون نیست که بازاندیشی رو قبول داریم یا نه. خیلی از ما اساسا نمیدونیم که این اسم وجود داره، این کلمه و این عبارت علمی وجود داره، در موردش منابع علمی کار کردن، به اصطلاح خودمون لیترچر وجود داره و به همین خاطر وقتی باش آشنا میشیم یکباره احساس میکنیم که وارد یک حوزه‌ای شدیم که منابع زیاده. ما ضمن اینکه باش مخالف نیستیم، حتی وقتی فکر میکنیم که ما هم تجربه‌ای در اون زمینه داریم، اما به طور علمی و به صورت مدون راجبش قبلا فکر نکردیم. اون چی که الان من خدمتون میخوام عرض بکنم توی این اسلاید در واقع مراحل و مهارت‌های بازاندیشی. در واقع قسمت اول عرض من تمام شده. قسمت اول عرض من در ارتباط با تعریف و اهمیت بود و اجازه بدید چند دقیقه کوتاه در ارتباط با مراحل و مهارت‌های بازاندیشی صحبت کنم. چرخه کلب یا چرخه یادگیری تجربی بسیار معروفه و من اون رو اول به صورت
صرف بدون هیچ گونه مثال خدمتتون نشون میدم و توضیح میدم. کل میگه آدم‌ها وقتی میخوان چیز یاد بگیرن اول یه اقدامی رو انجام میدن، تجربه میکنن، یه کاری میکنن، درس میخونن، مریض میبینن، یک پروژه رو برمیدارن شروع میکنن، یه کاری انجام میدن. هر کاری در هر حرفه، هیچ ربطی هم به حرفه پزشکی به طور خاص نداره، در همه علوم اینجوری است، یه کاری انجام میدن. وقتی این کار رو انجام دادن، حالا مرحله ای است که فعالانه باید در مورد اون فکر کنن. باید به این فکر کنن که اون فعالیت چی بود، چرا به اون شکل انجام شد، چیش خوب بود، چیش خوب نبود. این در واقع همون مرحله است که ما به عنوان بازاندیشی میگیم. بنابراین همینجا مشخص میشه که شما اگر میخواید مرحله بازاندیشی رو داشته باشید، باید یک تجربه ای داشته باشید و از روی اون تجربه هست که راجبش فکر میکنید و راجبش بازاندیشی انجام میدید. وقتی این کار انجام شد، ما وارد مرحله جمع‌بندی میشیم. یعنی آدم وقتی فکر میکنه که چرا این اتفاق افتاد، کجاش خوب بود، کجاش بد بود، حالا یه جمع‌بندی انجام میده. جمع‌بندی در مورد کارهایی که انجام شده و کارهایی که باید انجام بشه. جمع‌بندی در ارتباط با کارهایی که باید انجام بشه، اتفاقاتی که افتاده، و بر اساس اون هست که حالا فرد برنامه‌ریزی میکنه. حالا فرد میگه که من اگه دوباره بخوام این کار انجام بدم چه کار خواهم کرد و چگونه رفتار خواهم کرد، و این اتفاقا خیلی حائز اهمیت. این رو من از این جهت عرض میکنم که وقتی ما برنامه ریزی میکنیم وارد یک تجربه جدید میشیم. ما معمولا خیلی از کارهایی رو که انجام میدیم یک بار انجام نمیدیم. حالا من مثالی که بعداً خدمتتون عرض میکنم انواع و اقسام داره، بعضی ها راجع به پزشکی است، بعضی ها راجع به رشته‌های دیگر. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که معمولا همه این تجربیات مکرر اتفاق میفته. خیلی کم پیش میاد آدم یه کار انجام بده و دیگه هیچ وقت فرصت تکرار اون وجود داشته باشه. حالا اجازه بدید من با یک مثال این قضیه رو نشون بدم خدمتتون. من اشاره کردم به تجربه کردن. فرض کنید که یک پزشک عمومی وقتی فارغ التحصیل میشه میره تو محیط کار و اولین بار نسخه یک مریض سرپایی رو مینویسه. اگر او اهل بازاندیشی باشه که خیلی از ما هستیم، در مورد این فکر میکنه که چرا تو نوشتن این نسخه انقدر مشکل داشته، خیلی سخت بوده، نتونسته این کار رو راحت انجام بده، چرا اینطور بوده. او جمع‌بندی میکنه. جمع‌بندیش اینه که خب من تجربه کمی دارم، به خصوص در مورد ویزیت بیماران ساده و معمولی. خیلی از کسایی که از دانشگاه‌های مثل دانشگاه ما فارغ التحصیل میشن، به دلیل اینکه اکثرا بیماران پیچیده در بیمارستان بستری بوده، مریض ساده نمیتونن به این راحتی ویزیت کنن. آگاهی نداشته در مورد اصول نسخه نویسی، تجربه نداشته در مورد نوشتن نسخه و شاید دوز داروها رو نمیدونسته. پس او برنامه‌ریزی میکنه، اولا مایوس نمیشه، صبر میکنه، کتابچه اصول نسخه نویسی رو مرور میکنه، یک کتاب ساده میگیره که دوزاج داروها توش نوشته باشه. او دوباره نسخه مینویسه و این دفعه یه مقداری وضع بهتر میشه. میبینی که اوضاع بهتر شده، میبینی که نگرشش در مورد این دغدغه ضعف پزشکی عمومی داره کمتر میشه. ولی حالا مشکلش اینه که آیا اونجوری نسخه مینویسه که اساتیدش هم به اون شکل مینویسن؟ آیا دوزاج داروها رو به همون شکل مینویسه که اساتید مینویسن؟ و مشکلش اینه که بعضی از داروهایی که مینویسه برمیگرده و بهش میگن که این دارو تو داروخونه نیست. بنابراین باز فکر میکنه، ضمن اینکه تو جنبندیش به این نتیجه میرسه که اعتماد نفس مختصری پیدا میکنه، اما فکر میکنه باید به دور و بر خودش بیشتر توجه کنه. پس توی همایش‌های آموزش مداوم شرکت میکنه، با چند تا از اساتیدش مشورت میکنه، ایمیلی، تلفنی، و میره داروخونه محلش و از اون میپرسه که تو چه داروهایی داری و سعی میکنه داروها رو به اون شکلی بنویسه که تو داروخونه باشه. پس ببینید این همینجوری میچرخه. اما آیا اوضاع همیشه اینجوری خوب پیش میره؟ نه. واقعیت اینه که همین نسخه‌ای که نوشته ممکنه به جای اینکه به این فکر کنه که مشکل داشته و به این نتیجه برسه که خب این به خاطر ضعف تجربهش بوده یا به خاطر کمبود اطلاعاتش از وضعیت داروهای کشور باشه، به این فکر کنه که این روتین طبیعیه، هر کسی که میاد تو پزشکی این مشکل رو داره، خودش هم با تجربه حل میشه. بازم مریض میبینه بدون اینکه برنامه‌ریزی بکنه، مریض‌های بعدی که میبینه کم کم این براش روتین میشه و اصلا اشکالات فراوانی تو نسخه‌هاش هست. پس این به ظاهر بازاندیشی کرده ولی اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم حاصل نشده. گاهی ممکنه همین کار رو انجام بده، نسخه‌شو بنویسه، فکر کنه و به این نتیجه برسه که پزشکی عمومی ذاتش اینجوریه، نتیجهش این باشه که
جای موندن نیست پزشک عمومی، بعد از پزشک عمومی بره وقت کمتری میذاره و مریضاشو روتین و بی‌دقت میبینه و دائما توی نسخه هایی که مینویسه اشکال وجود داره. تجربه دیگر ممکن این باشه که باز همون نسخه رو نوشته، این دفعه به این فکر میکنه که مورد ظلم واقع شده، سیستم آموزشی براش خوب عمل نکرده، اساتید علاقمند نبودن، بیمارستان ها ثالثیه بودن و نذاشتن که او بیمار روتین ببینه، پس به این نتیجه که ما تقصیر نداریم، ما زیر چرخهای یک سیستم معیوب له شدیم و این مسئولیت اساتید ما بوده، برنامه عملا هیچ برنامه‌ریزی نگاه نمیکنه. پس ببینید اون چیزی که اتفاق افتاده این که همه آدما ممکنه این چرخه براشون بچرخه، اما همیشه این چرخه خوب نمیچرخه، مگر اینکه ما مهارت‌های بازاندیشی رو مسلط باشیم و ما مراحل بازاندیشی رو به درستی طی کنیم. بنابراین من خیلی خلاصه میخوام که مراحل بازاندیشی رو بر اساس مدلی که اتکینز ارائه داده، البته مدل‌های مختلف وجود داره، خدمتتون بگم. اتکینز میگه بازاندیشی 3 مرحله داره. این ساده ترین شکلشه به یک تعبیر. اولا اینکه شما بایستی حواستون باشه توجه کنید که یه احساس یا تفکر ناراحت کننده وجود داره، یه چیزی هست که خوب نرفته، یه چیزی هست که نیاز به توجه بیشتر داره. بعد باید اون رو تجزیه و تحلیل نقادانه کنید. در واقع شما بایستی با اون چیزایی که میدونید، با اون چیزایی که به عنوان احساسات در وجود شما هست کلنجار برید و به این فکر کنید که اونا رو قبول دارید یا قبول ندارید. بنابراین یک مرحله تجزیه و تحلیل دارید و مرحله سوم اینه که ایده های جدید پیدا میکنید، دیدگاه های جدید پیدا میکنید. نمونهش رو من تو اون مثالی که ملاحظه فرمودید خدمتتون ارائه کردم. پس مراحلش خیلی ساده است. مرحله توجه کردن، مرحله تحلیل کردن و مرحله رسیدن به دیدگاه های جدید. حالا اتکینز میاد 5 تا مهارت رو هم ذکر میکنه و میگه که اگر قراره اون چرخه‌هایی که من به شما نشون دادم به اون شکل خوبش پیش بره و به اون شکل بدی که من چند تا مثالش رو خدمتتون نشون دادم پیش نره، کسی که میخواد بازاندیشی کنه به 5 مهارت اصلی احتیاج داره. اولا خودآگاهی، اینی که بتونه کارش رو توصیف کنه، این که بتونه کاری که انجام داده و تجربه‌ای که داشته تحلیل کنه و تحلیلش فقط در حد این نباشه که بگه خب همینه دیگه، زندگی همینه، اشتباه پیش میاد. نه، تحلیل باید نقادانه باشه و بعد بتونه ارزیابی کنه، قضاوت کنه، سبک سنگین کنه، بالا پایین کنه و نهایتاً بتونه سنتز کنه، قدرت سنتز، کنار هم گذاشتن و درست کردن یک چیز جدید. اینا مهارت‌های اصلی است که همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید آدم باید خودآگاهی داشته باشه از تأثیر و تأثرش با اون اتفاق پیش اومده. آدم باید بتونه توصیف رو، اون اتفاق رو توصیف کنه. آدم باید بتونه اتفاق رو توصیف کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از ما وقتی یه چیزی دور و برمون پیش میاد یه حسی داریم، ولی اگه به ما بگن بگید این چیه، خیلی نمیتونیم بگیم و توصیف درستی نمیتونیم ازش ارائه کنیم. همونجوری که خدمتتون عرض کردم خیلی از ما نمیتونیم افکارمون رو، عقایدمون رو، پیش‌فرض‌هامون رو به چالش بکشیم. بر اساس یک مدلی بار اومدیم، بر اساس یک مدلی رشد کردیم، همیشه در همون چارچوب همه حوادث و دور و برمون رو بر اساس همون تحلیل میکنیم و یکی از مهارت‌های خوب در بازاندیشی و لازم برای بازاندیشی اینه که ما بتونیم این تحلیل نقادانه داشته باشیم و نهایتاً ما باید بتونیم ارزیابی و قضاوت درستی در مورد عملکردمون کنیم، نه بیش از حد خودمون رو قربانی کنیم و نابود کنیم و نه بیش از حد از خودمون حفاظت کنیم و مقاومت در مقابل واقعیت بکنیم و در نهایت باید بتونیم اون چیزهایی که از این تجربه کسب کردیم و یاد گرفتیم با تجربیات قبلی سنتز کنیم و به یک پلن و به یک چارچوب جدیدی برسیم. عرضی که من میخوام خدمتتون داشته باشم اینه که حالا اون مراحلی که عرض کردم رو با این مهارت ها اگر در کنار هم بخوایم قرار بدیم میشه و یک جوری یک شکلی از تناسب رو بین اینها نشون داد. در واقع برای مرحله آگاهی 2 تا از اون مهارت ها مفیده، یکی خودآگاهی و یکی توصیف. یعنی یکی این که من بدونم یه چیزی اشکال داره، نه اینکه اصلا توجه نداشته باشم، و یکی این که بتونم اتفاقی که افتاده توصیف کنم. برای مرحله تحلیل نقادانه است که به کمک من میاد و میتونه
باعث بشه که من ریفلکشن و بازاندیشی خوبی داشته باشم و برای مرحله دیدگاه جدید پیدا کردن هم 2 مهارت سنتز و ارزیابی هستن که بسیار به فرد کمک میکنن. بنابراین تو این اسلاید شما میتونید تناظر بین 3 مرحله آگاهی، تحلیل و دیدگاه جدید که 3 مرحله اصلی بازاندیشی هستن رو در مقابل 5 مهارتی که به عنوان مهارت‌های اصلی برای یک بازاندیشی موثر هستن ملاحظه کنید. نهایتاً من عرایضم رو با این اسلاید خاتمه میدم که یادمون باشه بازاندیشی به این سادگی نیست. بازاندیشی کار سختیه، کاری که انرژی میبره و به خصوص موقعی که خودآگاه میخواد انجام بشه بسیار دشواری‌های رو پیش روی ما قرار خواهد داد. بعضی از این اشکالات مبنایی است. اصولاً این که ما به خودمون نگاه کنیم سخته. اصولاً این که عقاید و باورها و ارزش‌های خودمون زیر سوال ببریم دشواره. گاهی آدم بازاندیشی نمی‌کنه چون از این میترسه که اگر بازاندیشی کنه به چیزایی برسه که مجبور بشه در خودش تغییرات ایجاد کنه. اون تبعات نگرانش میکنه. شاید اون تبعات ناامنی باشه. این که آدم دیگه راحت مثل قبل با خودش کنار نیاد و بنابراین دوست نداره و چون تغییر کردن دشواره طبیعتاً آدم نگرانی داره و اصلا میخواد سراغش نره. و یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که گاهی ما با بازاندیشی آشنا نیستیم. منظورم نیست که بازاندیشی اصلا تجربه نکردیم ما. منظورم اینه که نمیدونیم یه همچین چیزی وجود داره. نمیدونیم یه همچین چیز نظاممندی وجود داره مرحله مرحله با روشمندی خاص خودش. و برای این چون مراحل رو نمیدونیم، چون مهارت‌ها رو نمیدونیم، خیلی در اون زمینه فعالیت نمی‌کنیم. و یه بخشی از موانع اجرایی. واقعیت اینه که بازاندیشی وقت گیره. واقعیت اینه که اگر شما بخواد بازاندیشی کنید بایستی براش انرژی بذارید، براش وقت بذارید و ما هممون سرمون شلوغه، کارهای دیگر داریم. اما مثل هر چیز دیگه‌ای آدم باید به این فکر کنه چیزی که براش مهمه چقدر براش وقت میذاره. و به عنوان آخرین مانع اجرایی اینه که چقدر سیستمی که ما در اون کار میکنیم به بازاندیشی اهمیت میده. یکی مثلا فرض کنید یه مثال این بود که یک بار یکی از اینترنام به من گفت که ما انقدر تون مریض میبینیم که اصلا فرصت نمیکنیم راجع به مریضی که دیدیم فکر کنیم. او در واقع داشت بهش به ساده ترین شکل بازاندیشی اشاره میکرد که خب من این مریضی که میبینم بالاخره باعث یه مقدار راجعش فکر کنم و اگر فکر نکنم عملاً پیشرفتی نخواهم داشت. و در واقع او داشت اشاره میکرد که سیستم ویزیت بیمار در درمانگاه‌ها طوری است که فرصت فکر کردن رو به آدم میده. بنابراین این به عنوان یک مانع اجرایی خیلی مهمه. تشکر میکنم از اینکه توجه فرمودید به عرایض من. مجموعاً سعی کردیم توی این بخش اول بگیم بازاندیشی چیست، بگیم چه اهمیتی داره، بگیم چه مراحلی داره، بگیم چه مهارت‌هایی داره و آخر سر خیلی خلاصه بگیم که با چه موانعی مواجهه. خیلی ممنون.